آدم ها همیشه مهربون نیستن. بعضی وقتها کلماتشون مثل تیر میمونه. یه نگاه تحقیرآمیز، یه رفتار بی‌ادبانه یا حتی سکوتی که پر از توهینه. ولی سوال اصلی اینه: ما چطور واکنش نشون میدیم؟ واکنش ما به بی احترامی تعریف میکنه که چقدر قوی هستیم. اگه بلد باشیم چطور برخورد کنیم، نه تنها آسیب نمیبینیم بلکه رشد میکنیم. توی این ویدئو قراره 5 روش قدرتمند رو یاد بگیری برای برخورد با بی احترامی دیگران. روش‌هایی که از دل روانشناسی، تجربه، خرد آدم‌های بزرگ و آموزه‌های مولانا و نیچه اومده. روش اول: آروم بمون ولی منفعل نباش. وقتی کسی بی احترامی میکنه، اولین واکنش طبیعی اینه که فریاد بزنیم، دفاع کنیم یا تلافی. ولی واکنش هوشمندانه همیشه با آرامش شروع میشه. یه بار توی صف بانک یکی بدون نوبت اومد جلو. همه شاکی شدن، ولی یه نفر فقط گفت: دوست عزیز، بهتر نوبت رعایت بشه، همه عجله دارن. اون آدم خجالت زده برگشت عقب، بدون داد، بدون توهین، با قدرت. قبل از جواب دادن 3 ثانیه صبر کن، نفس عمیق بکش. با این فاصله کوتاه به ذهن فرصت میدی از واکنش به پاسخ برسه. اپیکتتوس، فیلسوف رومی، میگه قدرت واقعی یعنی احساساتت فرمانروای تو نباشن. مولانا میگه خاموشی زبان عقل است، سخن گفتن زبان جسم. روش دوم: مرزگذاری محترمانه داشته باش. تو برای خودت مرز داری و حق داری از این مرزها محافظت کنی. اگه کسی وسط صحبتت پرید یا تحقیرت کرد، میتونی با صدای آروم و جدی بگی: من دوست دارم با احترام صحبت کنیم، لطفاً اجازه بده حرفم تموم شه. مرزگذاری پایه عزت نفسه. آدم‌هایی که مرز دارن بیشتر احترام دریافت میکنن. جملات مرزگذاری رو تمرین کن، مثل: من با این لحن راحت نیستم، اگه این رفتار تکرار شه مجبورم فاصله بگیرم. تو میتونی هم مهربون باشی هم محکم. کسی که خود رو گرامی میداره اجازه نمیده که دیگران او رو بی ارزش کنن. روش سوم: رفتار دیگران بیشتر درباره خودشونه، نه تو. کسی که بی احترامی میکنه معمولاً زخمی گذشته، ترس ها، احساس بی ارزشی. یکی از دوستان میگفت همکارم مدام مسخرم میکنه. ازش پرسیدم اون آدم تو چه وضعیه؟ گفت همیشه نگران از دست دادن شغله. اعتماد به نفسش خیلی پایینه و یهو فهمید رفتار اون آدم از ترس میاد، نه از قدرت. وقتی معنای رفتار دیگران رو عوض کنی، احساس قربانی بودن از بین میره. آدم‌های آسیب زن خودشون آسیب دیدن. از کسی که زخمیه زخم خوردن عجیب نیست. روش چهارم: بعضی وقتها باید محیط رو ترک کنی. هر جنگی ارزش جنگیدن نداره. بعضی آدم‌ها فقط دنبال دعوان. مثلا توی تاکسی نشستی، راننده شروع میکنه غر زدن و بی احترامی. لازم نیست وارد بحث شی، فقط بگو لطفاً منو همینجا پیاده کنید. ترک کردن موقعیت یعنی مسئولیت احساساتت رو به دست میگیری، یعنی نمیذاری کسی حالت رو خراب کنه. میشل اوباما میگه وقتی اونا پایین میان ما بالا میریم. و نیچه میگه کسی که با هیولا میجنگه باید مراقب باشه که خود به هیولا تبدیل نشه. روش پنجم: روی خودت تمرکز کن، نه روی اون آدم. درگیر شدن با اون آدم مثل اینه که زخم رو هی بخراشی.
به جای اون تمرکز رو ببر روی رشد خودت. هر شب توی دفترت بنویس امروز چی ناراحتم کرد؟ چی یاد گرفتم؟ هر بار بی احترامی دیدی یه مهارت جدید یاد بگیر یا یه قدم به هدفات نزدیکتر شو. تمرکزت رو از دشمنانت بردار، بذار روی رویاهات. تو نه آنی که رنج را جاودان سازی، تو آنی که می توانی رنج را به نور بدل کنی. بیایید یه جمع‌بندی کوتاه داشته باشیم. اگه بخوای با بی احترامی دیگران قوی و آگاهانه برخورد کنی، این 5 روش رو یادت باشه. 1. آروم بمون اما منفعل نباش. 2. مرزگذاری محترمانه داشته باش. 3. بدون که رفتار دیگران بیشتر از اونا میگه، نه از تو. 4. بعضی وقتا ترک کردن یه موقعیت بزرگترین احترام به خودته. 5. تمرکز رو بذار روی رشد خودت، نه روی رفتار دیگران. تو آینه‌ای، هرچه بنگری همان شوی. زندگی میدان نبرده، فرصتی است برای تبدیل شدن به بهترین خودت. یادت باشه آدم‌های بزرگ با بی احترامی کوچک نمیشن، اونا ازش عبور میکنن و بزرگتر میشن. اگه این ویدیو برات مفید بود لایک کن، سابسکرایب یادت نره و توی کامنت ها برام بنویس تا حالا کدوم روش رو امتحان کردی، کدوم یکی بیشتر به دردت خورد و چه تجربه‌ای از بی احترامی داشتی که باعث رشدت شد.